تأسیس دولت ساسانیان و ایمپریای آنها. ساسانیان آخرین سلاله پیش از اسلامی ایرانی اند که از سال 224 تا 651 میلادی قدرت را در دست داشتند که آن 427 سال را در بر میگیرد. ساسانیان از ولایت فارس برآمده خود را از نسل هخامنشیان حساب میکردند و آنها میکوشیدند که ایمپریای هخامنشیان را بار دیگر برقرار نمایند که این آرزوی دیرینه هر شاهی ساسانی بود. نام این دولت از نام بابای اردشیر بابکان ساسان گرفته شده است. اساسگزار این دولت اردشیر بابکان است. اردشیر بابکان 224-241 میلادی از روحانیان زردشتی خوب حمایه میکرد. او توانست که سال 224 میلادی آخرین شاه اشکانیان ارطبان 5 را شکست دهد. وی با دختر ارطبان 5 ازدواج نموده سال 227 میلادی خود را شاهنشاه اعلان نمود. وی در زمان حکمرانیش شمال بین النهرین، سوریه، ارمنستان و قسمی از قلمرو خراسان بزرگ را به دولت خود همراه نمود. شاپور یک 241-272 او با کوشانیان جنگیده حدود دولت خود را وسیع نمود و حتی وی با روم نیز در جنگ بود. همین بود که سال 260 امپراتور روم بزرگ والریان اسیرش افتاد. شاپور دو 309-379 او توانست که شاهان سرکش را والیان سرکش را متحد کند و به بین النهرین فکر میکرد. این فکر امنیت مرزها بود. شاپور دو توانست که در دوره حکمرانی طولانیش بعضی از ولایت‌های از دست رفته را به دست آورد که این موفقیت او بود. باید قید نمود که ساسانیان تا دوره برهمخوریشان با رومیان در جنگ بودند. خسرو یک انوشیروان 531-579 او توانست که در دوره حکمرانی خود حتی یمن را به قلمرو خود همراه نماید. انوشیروان سالهای 563-567 با ترک ها معاهده حربی نموده دولت هیتالیان را از میان میبرند. بعد شکست دادن هیتالیان او توانست که ورارود بزرگ را به قلمرو خود همراه نماید. شهرهای استخر و تیسفون از جمله پایتخت‌های ساسانی بودند. خسرو دو پرویز 591-628 میلادی او توانست که در دوره حکمرانیش در سیاست خارجی خود موفق گردد. جنگ‌های دور و دراز ساسانیان با رومیان در سالهای 604-622 موفقیت خود را داشت و آنها سیاست و امنیت خود را تأمین کردند. در جنگ‌های سالهای 622-628 بین آنها رومی‌ها دست بالا گردیدند. آخرین نماینده این دولت یزدگرد 3 632-651 میلادی کوشش نمود که ایران را یعنی ساسانیان را به حالت اولیه خود بازگرداند ولی نتوانست. نهایت سال 651 میلادی این دولت بزرگ
از طرف عرب‌ها از بین برده شد.